Ami как расхелашид ами номи султон қисма нафучидай. Ама тра мефчону. Салом алейкум бародаро маслай хилба барои санг намаки гурда резондан гурда туза кан ҳамчунин барои васпалияни пешобдон беҳад ёрдами хуб мекунад. Курс личенза 3 дона истифода мебаре, марҳамат занг зане бай ҳама шаҳрҳо роӣ мекунем. Мегум ки ябор админамон. Ина админат модум алайдум. من تشکر میکنم با وارو گپ بزنم نمی‌سنگی با خدا ویگناد میکنم. ما کدام گپ دارم قطعا چخچخ نیم. چای باید چه مخدو خسام درمان چخچخ تو نکنیم. آی بس دارم ما بگیرم کی؟ امی کاک راست خیلی شد امی نو. اکو برادران عزیز و محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه ویدیو را باور که تماشا کردم به نهایت غضبناک هم شدم. این بیوه حرام، این بیوه کثیفه کسی هست که لعنتی پروردگار بری بود. گپ و گپزنی این بدبخت بین و جوانه که مور به همو جوان مردید که با پشتی همیخه فویشه را پشتی همیخه بدبخت تو میگیری میخیزه با میگه که قطعی ما گپ زنین. این معنای او را داره که پشتیبانی از این بدبخت و پشتیبانی از این کنده دوزخ کرده است. این خودش بدبخت کنده دوزخ است. بجای بخیزه بگوه که ای بدبخت همینطوری افیر تنکه، ای بدبختی سگی لعیم همی کارا تنکه، ای مادری تاجیک هستی تو بدبخت حرامزاده همی کار تنکه، ای افیر برو گمشه. پشتیبانی از این بیوه میکنه، پشتیبانی از این حرامی میکنه و پشتیبانی از این میکنه که یک بار نویرنه ایم ببوسه و یک بار همه چیزه در دهن همین بمونه. برادران خواهران عزیز و محترم، من هم انسان هستم، من هم غضبناک میشم. وقتای آخر همه خیلی ویدیوهای فجر در یوتیوب در سامانه های اجتماعی به نهایت بسیار شده است. شما عیب شرمنده بودن نمیفهمین. شما یک بار فکر نمیکنین که ویدیو را در یوتیوب میگذارین، همین ویدیو را یک کس نه یک کس از والدین خودت بدبخت تماشا میکنه، تو از همین ویدیو کردنت شرم نمیداری؟ من حیران زار میشم که همین یوتیوب، همین سایت های اجتماعی بعضی نفرها را به عقل کردگی، کم ضعیف کردگی و ایمانشون ضعیف بود باز هم ضعیفتر کردگی. من حیران زار اینا میشم. یک بیوه لعنتی در افیر گپ میزنه، چیز را در دهن مردها میمونه، با این بدبخت پشتیبانی عظیم میکنه. سبحان الله، الحمدلله. همین یک چیز حیرانم که همین زن خودش فرزند نداشته باشه. وقتی که کلان میشی، پیر میشی، بابولیا میشی، فرزند تو میره تماشا میکنه، مرگ به طور مادر که همیشه فرزند ویدیوی تو را میبینه و مرگ به همیشه جوان مرده که حرامزاده آقی پدر تویی که لعنتی یک فویشه را از پشتش پشتیبانی میکنی، با آن جایی که در پشت اکران گپ سیزنی نصیحتش کنی، مر ادمینیم که بمر بره کنته حرام. کنتگی ای زیاد نمیشه، بخشش زیاد برادر و خواهران عزیز محترم. لیک این سخنایی که من میگم برای این نفرای بدبخت باز هم کمای. ای کجا دای همون جوان مردی شما، کجا دای همون چیزی شما؟ ای بچه من حیران میشم شما دا نخواد تو پشتیبانی از یک همه خیلی زنی فایشه کنی، از نچید تم همون بچه که پشتیبانی میکنه تم پیروی همین بدبخت. برادران عزیز محترم، آخه این چی گپای؟ نخود تا همین درجه را ما عقب رفته باشیم. سبحان الله، الحمدلله. ما حیران شما میشم. با همه ویدیو دا کو لایک میگذارین، با همه ویدیو را در ایمو و واتساپ پادلیت سا میکنین با همه که همین را ای بچه ببینین اینا متاری کور شده. ای بچه در فلسطین، در دولت های دیگر برادران خواهران ما و شما جان به دست داده استودن. چوبا در حقی و یا یک ویدیو نمیکنین، چوبا یک ویدیو نمیکنین که دعا بتین حدی اقل در فکرتون در همو باشه. دستی کمک کردم نمیتونین، دعا کردم نمیتونین، نه که روزتونه، ساعتتونه، حیاتی که وزدخی که الله مهربان به شما دادگی، هر یک نفسی که میگیریم شما او را به هیچی صرف کرده ایستادین، در راه بعد خودتون که هیچ چیز هستین، با همو چیزی که الله مهربان به شما تحفه دادگی همو رم نست و نابود کرده ایستین و میلش خودتون کنده های دوزخ و دیگرو را به راه بعد برده ایستادین.
الله و سبحانه و تعالی فردا روز قیامت از هر یکی ما و شما پرسان میشه که چوبا یک ویدیو را دیدی گپ نزدی، چوبا ویدیو را دیدی با دیگران پدیلیت کردی، دیگران را به راه حرام دعوت کردی. چوبا وقتی که شما همه ویدیوها را میبینین، از همه تماشابینان عزیز و محترم احترامانه خواهش در همو بالا لایک نگذارین، پسند نکنین. کسانی که لایک میگذارین با همه ویدیوها پسند میکنین، شما هم شریک همه بدبخت ها هستین. گرچنده که اینها ویدیو میکنن همه بدبخت ها پوبلیش نه ما مردم مسلمان هستیم، پوبلیش نه تا ویدیو کرده استین، شما با لایک و پسندتان دستگیری میکنین، همون لایک ای سرت میمونه، همون پسند ای سرت میمونه، با همون لایک و پسند با تو جوابگو هستی. برادران خواهران عزیز و محترم، یک کمی هم باشد بیدار شویم و مردم اصلاح کنیم. در یوتیوب چی کار رفته استای؟ از یک ویدیو نرمال باشه، بخشش زیاد کمتر صفحه گرفته، یک ویدیو نرمال باشه که همیرا پدلیت سنه میکنین. همه خیلی هسته یک ویدیوی فرچ و فایشه را با همه پدلیت سنه میکنین. همه ویدیو را والله بالله تالله گده تا یک 20 مراتبه در ایمای ما روان کردگیان. کدام نفره که در ایمای ما روان میکنه ما همون ایما را زبلکی رود کرده استم. آخی چی گپه؟ چوب روان میکنین ای بدبختا؟ ویدیویی که شرم است، حیا است، چوب روی میکنین به هر نفره. نادانسته ایمای که روان میکنی. مبادایی که در ایمای یک دختر 16 ساله باشد، دختر 10 ساله باشد، یا اینکه بچه 14 ساله، 5 ساله، 10 ساله همین ویدیو را تماشا میکنه، چی یاد میگیره؟ میخنده، دهنش گیز میخنده. او کودک است، خورد است، کوچه میبرویه، دختر همسایه همتری گپ میزنه، یا که دخترش بچه همسایه گپ میزنه. شیطان هر جا وسوسه میکند و فرزندان شیطان هر روز زیاده شده است، اما ما پیشگیری ای را کرده نمیتوانیم. چرا؟ برای آنکه مسلمان ها روز تا روز کم شده استند، مسلمان های اصیل نیستند. کسی که هست از گفتن میترسد و دیگرش میگوید برای خودش پرابلم میخره و از گفتن هم وقتای آخر هیچ که اصلاح هم نمیشه. رشته سخن دراز نمیکنیم. کسی که در همین ویدیو حقارت میکنه، والله بالله تالله ما از فردا روز قیامت از کرتکی تو میقپم. برای چی؟ برای که در ویدیوهای فرچ و فایشه تو لایک ماندی، پسند کردی و سخن رانده نتانستی. وقتی که من سخن میرانم تو آمده پراتیف من میخیزی. ای بدبخت، من فرزند احسان هستم، انسان هستم، من هم خون دارم، خونم در جوش است. میبینم همه ویدیوها را دیوانه میشم. ویدیو را به همینجا خاتمه میبخشیم. باقی در امان الله تا ویدیوی آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران عزیز محترم، کسانی که به همین سخنان اگر شما را رنجانده باشم به نهایت عذر زیاد، و کسانی که در همین راه هستین خواهش میکنم و احترامانه خواهش میکنم که هر چیز زودتر از این راه های بد و نمیشدگی برگردین. آمین یا رب العالمین. هر شخصی که کانال یوتیوب در کار برادر با دلی پر دانی واتساپ ما مراجعت کنین. کانال 1000 подписчика تو کانال 43000 подписчика دارون. خودم افراد کدام میتونم با دلی پر باشین برادر. واتساپ دا مراجعت کنین.